سال 1350 یه مرد به نام فریدون توی یکی از محله‌های کرمانشاه زندگی میکرد. فریدون آدم ساکت و آرومی بود، ولی یه شغل خاص داشت. فریدون سلاخ کشتارگاه بود. فریدون هر روز ساعت 4 صبح میرفت سر کار و هر شب ساعت حدودای 8 شب برمیگشت خونه. و اما یه روزی که هیچ وقت از ذهن مردم اون محله پاک نمیشه. فریدون اون روز از سرویسش جا میمونه و تصمیم میگیره که به خونه برگرده. اما وقتی در رو باز کرد و وارد خونه شد، یه چیزی دید که زندگیشو زیر و رو کرد. فریدون وقتی وارد خونه میشه، یه مردی رو توی خونش میبینه که کنار زنش نشسته و فریدون لحظه خیانت زنش به اونو با چشمای خودش میبینه. فریدون که همیشه یه چاقو همراه خودش داره، نه برای دعوا و نه برای چیز دیگه‌ای، بلکه فقط به خاطر شغلش. فریدون همون چاقو رو در میاره و چند ضربه محکم به مرد غریبه وارد میکنه و اما اون مرد از خونه فریدون با بدن زخمی فرار میکنه. چند دقیقه بعد یه صدای عجیبی توی کوچه پیچید. وقتی که مردم ریختن بیرون، میبینن که فریدون زن خودشو به قتل رسونده و تیکای بدنشو وسط کوچه پهن کرده و میگه براتون گوشت آوردم. و فریدون به یه حالتی داد میزد که انگار میخواست گوشت تن زنشو بفروشه. همسایه ها که شوکه شده بودن فوراً به پلیس خبر میدن و پلیسا فریدون رو بازداشت میکنن. فریدون بعد از 8 سال از زندان آزاد میشه و طبق گفته همسایه ها فریدون بعد از زندان یه زندگی جدیدی رو برای خودش شروع کرده. ازدواج کرده و بچه دار شده. خب اینم از داستان امروز که ماجرای ترسناک و غمگینی داشت. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم همینطور و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید. فعلا تا یه ویدیو بعدی، خدا نگهدار و مراقب خودتون باشید.